اگه ما پسرا نبودیم کی پناه مادرمون میشد؟ دخترا برای کی می‌خواستن ناز کنن؟ کارهای سخت و طاقت فرسا رو کی انجام میداد؟ مامانا غذای بیشتر برای کی میریختن؟ مامانا واسه کی قرمه سبزی درست میکردن؟ اگه پسرا نبودن کی میرفت نون می‌خرید؟ اگه پسرا نبودن من هیچ وقت داداشی نداشتم که هر وقت پول میخواد زنگ بزنه و مهربون بشه و اگر بهش پول ندادم منو تو گوشی سیو کنه خواهر سابق. خواهرو به کی می‌خواستن زور بگن؟ ما دخترا میشدیم یه مش موجودات چاق شاد بی دغدغه. کی به زور از باباها ماشین میگرفت؟ فکر کنم اگه پسرا نبودن کسی معنی رفاقت نابو نمیفهمید. درسته نصف دعوای خونه حل بود، اما با خواهرام یه پشت پناه بود. این تکبیت 100 پسر در خون بغلطد گم نگردد دختری هیچ معنی نداشت. گل کوچیکا تو کوچه‌ها جمع می‌شدن، تو پای سپوسه تو مغازه‌ها خاک می‌خوردن. هیچ شیشه همسایه شکسته نمیشه. کی در سفت مربا رو باز می‌کرد؟ دیده دایی نبود چه سر به سرش بذارم. نه ببخشید سر به سرم بذاره. دیگه هیچ خواهری نبود که همزمان هم یکی رو دوست داشته باشه و هم از دستش حرص بخوره. دیگه کسی نبود بره مسائل سنگینو از دست بابا بگیره که مبادا کمرش درد بگیره. دنیای اسباب بازی‌ها به شدت کسالت آور و لوس میشد. اگه پسرا نبودن کی ناز ماماناشونو میکشید و قربون صدقه مامانا میرفت؟ به نظرم هیچ کس نبود که به قرض زدنای ما گوش بده. کی شلوار کردی میپوشید بیاد تو کوچه؟ اگر پسرا نبودن دیگه کی بود که 2 سال بره سربازی؟ کی از مرزامون دفاع می‌کرد؟ کی تو سربازی تو گوش فرماندهش میزد؟ واقعا اگه پسرا نبودن کی می‌خواست ناز دختر رو بکشه؟ هیچ خواهری بغل امن برای غرق شدن با خیال راحت نداشت. کی برای منیژه بیژن باشه؟ دیگه کی مجنون میشد؟ دیگه فرهادی وجود نداشت که برای شیرین کوه بکنه. پسرا اگه نبودن نمیتونستی تهدید کنی که به داداشم میگم حاجی اگه پسرا نبودن شبکاری هم نبود. پدرمون در اومد با این شبکاری بابا. اگه پسرا نبودن کی باید پشت بابا رو تو همون لیف صابون میکشید؟ کی شوخی پشتوانتی میکرد؟ یه قلب مهربون توی هیکل کامیونی نبود. اگه پسرا نبودن خیلی از حرفا اینقدر تکرار نمیشد. مثلا جوراباتو ننداز رو دسته ما. اگه پسرا نبودن کی عشق مامانش میشد؟ اگه پسرا نبودن کی با شلوارش برامون کف اتاق گل درست میکرد؟ کی می‌خواست با ذوق در مورد ماشینا صحبت کنه و در مورد تک به تک اجزای ماشینا نظر بده انگار که چه مسئله جذابیه؟ کی فرشو لوله میکرد میذاش روی دوشش میبرد توی حیاط میشست و دوباره لوله میکرد میذاش روی دوشش میبرد رو پشت اون پهن میکرد خشک بشه بعد خوش میشد دوباره لوله میکرد میبرد پایین توی خونه پهن میکرد؟ کی وسط جاده برای دخترا تک چرخ میزد؟ خدا بیامرز مادرو میگفت اگر پسرم نبود کی راه کربلا رو باز میکرد؟ کی میتونست خونه رو عین باغ وحش کنه؟ کی پسرا نبودن کی صدا رو در میآورد؟ کی غیرت آبجیا و مادرها و ناموسا رو میکشید؟ کسی نداشتیم لباس مردونهاشو بپوشیم. اگه پسر نبودن اصلا هیچ زیربندی سوراخ نمیشد. کی می‌خواست باشگاه ولنسوسی بگه یا اگه پسرا نبودن یه املتا ورشکست میشدن. اگه پسرا نبودن کی میخواست پای تلخ خورده مادرش رو با روغن سیادونه چرب کنه؟ اگه پسرا نبودن خیلی دنیای بیریخته میشد. خیلی. ازتون واقعا مطلب میخوام که تا الان توی تقویممون یه روز به اسم روز پسر وجود نداشته. این روزو به همه پسرایی که قرار قهرمان زندگی دخترشون باشن تبریک میگم.